سلام، به کافه کتاب خوش اومدین. امروز قسمت 9 از کتاب خلق شادی با هنر ژاپنی رو داریم. فصل 9 خانه‌ای که شادی آفرین است. راهروی شادی آفرین. اگه وارد راهروی خونه‌ای شدین و راهرو تمیز بود، یعنی کل خونه تمیزه. و اگه راهرو کثیف بود، بدونید کل خونه نامرتبه. سعی کنید توی راهروهاتون وسایل اضافی نذارین. فقط میتونی کفش هایی که امروز ازشون استفاده کردین رو بیرون بذارین و به تعداد هر فرد یک کفش. اتاق نشیمن شادی بخش. نقش اتاق نشیمن اینه که فضایی برای دور هم بودن و لذت بردن از کنار هم بودن باشه. این اتاق مرکز زندگی خانوادگیه. سعی کنید یه جای مشخص برای کنترل، مجله، دستمال و غیره داشته باشین. به فکر اضافه کردن کمی عشق به این اتاق باشین. از وسایلی مثل گیاه، موسیقی، عکس‌های خانوادگی میتونین استفاده کنید. برای داشتن آشپزخونه شادی آفرین هم سعی کنید رطوبت روغن رو سریعاً تمیز کنید. هیچ چیز رو روی پیشخوان نزدیک اجاق گاز یا سینک قرار ندین. تعداد قابلمه و ماهیتابه ها رو کم کنید. همه لوازم آشپزی رو یه جا بذارین و از فضای نگهداری عمودی برای نگهداری خوراکی استفاده کنید. و آشپزخونه‌تون رو جوری که میخواید تزیینش کنید تا دلچسب باشه. دفتر کار و اتاق خواب لذت بخش. کاغذهای غیر ضروری رو دور بریزین. میز رو نسبتاً تمیز نگه دارین. کتاب و مطالب رو طبق قوانین خودتون بچینید. گلدونای تزیینی اضافه کنید. توی اتاق خواب نور باید ملایم و غیر مستقیم باشه. و وسایل و عطرهای شادی آور رو بذارین. رو تختی و بالش ها رو همیشه مرتب کنید. سرویس بهداشتی شادی آور. با نور شمع حمام کنید و از نمک شستشو استفاده کنید و گل یا هر چی دوست دارین رو اضافه کنید. توالت بخش دفع هست و حتما سعی کنید از چیزهای شادی آور در اون استفاده کنید و حتما همیشه اونو تمیز نگه دارین. ممنونم که تا اینجای کتاب با من همراه بودین. خدایا رو نگهدارتون.